1984. حتی قلبت هم نمیتونه در امان باشه. فکرت، کارات، همه زیر نظره. یک جهان دیستوپیایی، جهانی که توسط یک حکومت تمامیت و قدرتمند اداره میشه. بیگ برادر. حکومت نه فقط رفتار و اعمال مردم، بلکه فکرها و احساساتشان را هم کنترل میکند. وینستون اسمیت، قهرمان داستان. وینستون کارمند وزارت حقیقت است، جایی که او و همکارانش وظیفه دارند گذشته را بازنویسی کنند تا همیشه حزب درست باشد. در دل وینستون هنوز شک دارد و حس می کند حقیقت دیگری هم وجود دارد. او می خواهد آزاد باشد، فکر کند و عشق بورزد، اما هر حرکت او تحت نظارت دقیق دولت است. عشق ممنوعه. وینستون با جولیا آشنا می شود، زنی که او هم شورش درونی علیه حزب دارد. عشق آنها نه فقط احساسی، بلکه اعتراضی به سیستم است. آنها تلاش می کنند دنیای کوچک خودشان را بسازند، دور از چشم ناظر همیشگی برادر بزرگ. سقوط و شکنجه. اما حزب همه چیز را می بیند و کنترل دارد. وینستون و جولیا دستگیر می شوند و وارد اتاق 101 می شوند، جایی که افراد را با ترس‌های عمیقشان شکنجه می کنند. وینستون مجبور می شود عشق و مقاومتش را انکار کند و در نهایت کاملاً تسلیم می شود. ارتباط با دنیای امروز. تکنولوژی، رسانه و دولت‌های قدرتمند می‌توانند ابزارهای کنترل مشابه داشته باشند. 1984 همچنان یک هشدار زنده و قابل تأمل است.